قشلاقکی من بوی چپاتی دارد. ایرانی خیلی میشکنی و نگاه میشکنی و بعد میگوی اوچه در بزرگیت بوم برام انا میره انا خیلی میبریم سوزن وازمش انشاءالله که اجوی بطای بیا عبدالله دادسیم تروچ کنم بیا جه تروچ کنم مرا عبدالله دادسیم دا خوش که مرا مرا بقاب هیچ نمیگه مرا بقاب چونکه زندگی ما ای پشتی هم کانال میره و شما یا لایک میمونه یا کامنتر می‌نویسین یا پادلیت میکنین اینستاگرام ایموتون در روی میکنین همه چیز سبب زندگی ما خوب شدن میشه دوستان عزیز با همین خاطر ما بسیارتر از شما طلب میکنم که لایک مونه پادلیت کنین دستگیر کنین چون ما با دستگیری دیگه بارودارو میرم شما هم دستگیری کنین واردیم انا گوشت که آورده اینجا دم میگیم اول چی بگیم دوستان عزیز بسم الله الرحمن الرحیم خداوند در این ماه رجب خیرون را به درگاهش قبول بگردونه انا دوستان عزیز بهترین چیز همراه گودک خود خوردن هم بخورم عبدالله جون نخورم بیا از آن قطع شیرین اوجه دا نخرید که داخل نمیتونه این دوره کودکی تا باید میره ها میره گوشت در چپاتی پیچوندگی درجه خپیدگی بعد میاد خونه میگه چه گوشت وارد مای توی کو انا جوی روغنیش اوه این بتون چه خیلی اکو اینا پختگی نگاه کنید دوستان عزیز رحیم پروداکشن قشلاقکی من بوی چپاتی دارد. قشلاقکی من بوی چپاتی دارد. شیرینی شیرینی توتی دارد. نونی و چگی انا نگاه کن ایرانی خیلی میشکنی و نگاه میشکنی و بعد میگوی اوچه در بزرگیت بوم برام دست شبیه بگیر نون کندن شما تو بچکر میان دوستان عزیز دستگیری میکنیم انشاءالله از چوبی درختی بید در هر خانه گوهاره سبزی ملکوتی دارد ملکوتی. سلام عرض میکنم با کل تماشاگران دومی سوانه رحیم پروداکشن دوستان عزیز یا لایک میمونم میستیم ما میدرم بسم الله الرحمن الرحیم همه کسک شما دین دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت خانواده هستین چقدر که در افیر گفتم این ماه رجب خواستیم یک چیز برای برادران و برای نفرانی که هستن خیر کنیم سبب خیر کردن ما برای رکلام نه برای هم شما ما برادران عزیز پاتیشکان عزیز چون که زندگی ما ای پشتی هم کانال میره و شما یا لایک میمونه یا کامنتر می‌نویسین یا پادلیت میکنین اینستاگرام ایموتون در روی میکنین همه چیز سبب زندگی ما خوب شدن میشه دوستان عزیز با همین خاطر ما بسیارتر از شما طلب میکنم که لایک مونه پادلیت کنین دستگیر کنین چون که ما با دستگیری دیگه بارودارو میرم شما هم دستگیری کنین بهترین چیز میشه و هر یک از جرأت یک بیمار دیدن نمیکنه یک مایوب دیدن نمیکنه والله قسم هر یک تیور میبینی باور که پش میترد میخزه امروز اومدیم دوستان عزیز که روز سه تا که میبریم یک شب در کار خیر قربانی کنیم باز شما بسید من همش میبرم صد دسته گرفتن عزیزانی مرا وای وای بار شیخشتن درختان در بره درختان در بر انا میره انا خیلی میبریم سوزن وازمش انشاءالله که اجوی بطای بیا عبدالله دادسیم تروچ کنم بیا جه تروچ کنم مرا عبدالله دادسیم دا خوش که مرا مرا بقاب هیچ نمیگه مرا بقاب
Bizi ben gideyim. Ben gideyim. Bu. Ay biz maragazi. Biz maragazi. Ana دوستان عزیز حبیرم میگیریم میرین دوستان عزیز فقط دستگیری ای شما پیشروی ما ای مو گفته مردک فقط در حق اون دوام میکنیم دستگیری میکنیم رفتیم درش تماشا کنیم دوستان عزیز تا آخره امروز شوربای اوچگی اوتگی خیش تواری برای مردم غریب اوز ایانا بسم الله می بچا این عبدالله جان بریم شم نه ترسی چی نمیگم برم جان وطنم جان وطنم جان وطنم جان وطنم در کوچه خاکی روانم همه شب در تو قطاری صوفیان یک چیز دیگر دوستان عزیز خاطررسان کنم بخشش ما از سبب که یوتیوب افتر میخپه این سیونکه کرده نمیتونیم بعد کشتن با برای شما پیشنهاد میکنیم فقط دستگیری کنیم دوستان عزیز اینا بسیار میفته ابرو کو بخواب شخ عبدالله جان بخواب بزبینا بخواب بچه کو بینا شخ ای شخش بخواب کو بیا بخواب بتونی بخواب خدا کو بچه بخواب نه بچه بچه نی گونی بکش بکش سورش میشه ها میشه سور نمیگذار سور میشه کایسی نیو ترک خایک سین شو خایک تام بچم بوز گری گرمابه خوشکی من کدیرگی تو ای قشلاقی من خطت نویسم همه عمر ای قشلاقی من خطت نویسم همه عمر استادی خطت جل بخدا کینو نکردی نه توری گرفت خیلی تو کجا رو میگریزم مایلا یک دو سی بکش سخت بکش سخت شید بیار بانده تو روزی دوباره دیدنی مأوایم بیچودن انا دوستان عزیز بزی تعریفی را کشتیم بزی نمک میکنیم با درچی شوربا بزی همش هستیم با خاطر شما دوستان عزیز تماشا کنید راحت کنید قچاب خدم اینا یک چیز دیگه که باید بزا گوشتا پیش ای شوربا دا دختن نمکش کنه که نمک بخورم انا این وقتی که باز شوربا را کردیم دوستان عزیز میبینید بعد این روغنش را بوم میدازید انا بازی راست اوبریون دیدنی میریم دوستان عزیز فطیری اوچگی دیدین انا باز با راست میبینیم درونی چگدونه ای نگاه که انا دیدین دوستان عزیز انا از یک چیز دیگه با هر یک شما ایشون میتون انا اینا ای گوش بریون و اوبریون و هر چی بریون همه کسا دستگیری میکنیم راست میریم دوستان عزیز انا میریم کو انا دوستان عزیز نگاه کن اینا تسمه به خطری را میبندیم اینا را تسمه به خطری میگن چوب خطی اینا دیدین ها همه کن ها این شکسته عاقبت در سینه
عرض میکنم با کلی تماشابینان دائمی سامانه رحیم پروداکشن با کلی اون نفرانی که این لحظه باز ویدیو نوبتی ما رو تماشا کردین. دوستان عزیز چی گفتنیم 10 مینوت پیش ما در سر دیگ با چی فرمو بودیم که اون فرمو یاد قشلاقی هر یکی ما و شما را میرانه که امروز با در سر دسترخوان شتیم با همراه هر یکی شما صحبت میکنم. چی گفتنیم دوستان عزیز اگر ذره یگان کمبودی در پختن خوراکی ما تیار کردن دسترخوان باشه از همه شما معذرت میخوام چون که زندگی ما در قشلاق هم خیلی ما کسی باشیم نباشیم باید گذشتمون رو فراموش نکنیم که کی بودیم و کی شدیم دوستان عزیز. با همین خاطر ما زاده فرخار رحیم سال تولدم 1996 امروز یک بز گرفتیم در ماه رجب خیر کردیم و اینچنین یار و برادران و همسایه را خبر میکنیم برای رکلام دوستان عزیز. به این خاطر بود که هر یکی شما 5 سال 10 سال در فدراسیون روسیه در آلمان در دیگر دولت‌های هست که تاجیکستان اومدگی نیستیم وقتی که این سوی ماندارین تاجیکی را میبینی این قند این پخت و پز تاجیکی را میبینی انا دورایی که در قشلاق زندگی کردگی در شهر زندگی کردگی پیش رود میاد. ما از شما چی خواهش دارم دوستان عزیز فقط دستگیری کنید دستگیری شما پیشروی ما میشود. میدونم همین چیزا هم در دیگر دولت هستن نه که هر یک چیز مزه و اما لذت خوش داره. اگر که با ما را دستگیری کنیم بهترین چیز میشود. باوری دارم که دستگیری میکنه حاجی بعد دایی باش با آوردن نون اوچگی و شوربای اوچگی برداشتن میشود. در قشلاق ما معرکه را هم خیلی میگذارن دسترخوان میپرتن همسایه را خبر میکنن میان میشینن میخرن صحبت میکنن چخچخ میکنن بعد دایی دعا میکنن هر کی پای دامش پای خونش زندگیش میشود. و باوری کامل دارم که این نمود معرکه ان شاء الله نصیب هر یک شما میشود. از برای الله دوستان عزیز فقط در حق دعاگو باشین ان شاء الله که امروز ما مادر مهربان و بنای فرخار آوردم و هم خاطر همین چیزا کردم که این خرسندی ما که مادر ما سوسی در بالایسا برآمد خانم دوستان عزیز. هزار رحمت برای دستگیریتون فقط درش تماشا کنین دستگیری کنین. هزار رحمت دوستان عزیز میرین. انا دوستان عزیز این جوشید این اوقات ما уже تیار شد اوقات ما تیار شد دوستان عزیز. انا این اینه خیلی میکنه دیدین دوستان عزیز ماشاءالله یا اینا کانتر که گفتم میخرین اینا دیگه انا میره از یورا با ترنگ میدوزه انا جوی روغنیش اوه این بتون چه خیلی اکو اینا پختگی نگاه کنید دوستان عزیز اینا از درشه با میبینه فقط شما چی میره با دستگیری پیشروی حوز مهمونو میان شیف کلام بلودش تگیه همه ایروی نقشه رفتی سای قومی گدا ای بدی دارا شدنی قومی گدا مددی شاه فراموش شود مددی شاه فراموش شود